درود دوستان، مسابقه در لیگ اکتگان به انجام رسید و ورزشگران تاجیک 3 نفر همه دستبالا شدند و همه پیش از مهلت رقیبان خودشان را شکست دادند. شروع میکنیم از نوری الله مرادوف، پسر جانبک مرادوف. او باری دوم بود که محاربه کرد و امشب در تاشکند حریف خود را در راوند اول با طریق نکاوت تکنیکی شکست داد که ما او را تبریک میکنیم و آینده خیلی خوب دارد. جوان است و خیلی شیردل هم هست، نمیترسد، هراس ندارد و همیشه میخواهد که جنگ کند و این یک فکر میکنم که آیندهش خیلی خوب است. دوستان، نوری الله مرادوف رو تبریک کنید برای غلبه و با او دعا کنید که او در آینده در لیگ اکتگان قهرمان شود و پرچم تاجیکستان را بردارد. دوم مسابقه کامل کاراته، قمرالدین حسنوف بر ضد جورابگی ازبکستانی، تایسانی ازبکستانی و او را با طریق بوغی کردن شکست داد در راوند دوم و این خیلی چی هم بود که قمرالدین کامل کاراته کاراتیست هست و حریفش باشد ازبکسکی تایسان، او گوشتنگیر است، ولی کامل کاراته او را با گوشتین با بوغی کردن شکست داد و حاضر کامل کاراته همون گوشتینش هم خیلی خوب شده است و محافظت از تیک داون ها هم خیلی خوب شده است، چون که در تاجیکستان تمرین میکند در مکتب بیانوف و گوشتینش رو خیلی خوب کرده است و کامل کاراته رو برای پیش از مهلت شکست دادن حریف ازبکستانیش ما او رو تبریک میکنیم و امیدواریم که او هم در لیگ اکتگان قهرمان میشود. و نفر سوم باشد مدرخیموف، کریم مدرخیموف، حریف خودش رو با طریق نکاوت در راوند دوم شکست داد. خیلی عالی جنگ کرد و من 100% باوری داشتم که کریم مدرخیموف دستبالا می شود، چون که راستا او خیلی خوب جنگ میکند و حریفش رو چند بار غلطاند به زمین و در راوند دوم با طریق نکاوت با دست اوورهند، او رو اوورهند نبود، با فکرم که دستی راست کراس، دستی چپ قطعی به شکم نشان داد و دستی راست قطعی در فوکی حریفش زد و او رو نکاوت کرد که خیلی خیلی نکاوت. فکر میکنم که این نکاوتی همین شام در همین مهاری در همین مسابقه بگاه بود که کریم مدرخیموف نشان داد. دوستان، ورزشگران تاجیک دستبالا شدند و این یک افتخار است که در ازبکستان پرچم تاجیکستان رو همه برداشتند و دستبالا شدند و این یک افتخار برای مردم تاجیک و تاجیکان ازبکستان است و به هر حال این ورزش است، یک بار میبری یک بار باخت میتی و ولی به هر حال ما این یک خرسندی برای مردم تاجیک است که ورزش ام ام ای تاجیک خیلی خیلی پیش رفته است. دوستان، ورزشگران تاجیک رو در کامنت ها دستگیری کنید، تبریک کنید، دعا کنید که در آینده آنها قهرمان لیگ اکتگان شوند و پرچم تاجیکستان رو بلند بردارند. من اون رو بچه‌ها رو از صدق دل تبریک میکنم و این یک خرسندی است که امروز در تاشکند همه دستبالا شدند. دوستان، در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان باد.